سلام خانم. سلام. همبستگی خودمان را با دانشجویان و پشتیبانیمان را از مطالبات آنها اعلام کنیم. 50 سال است که آزادیخواهان ایرانی در داخل و خارج آن را گرامی می‌دارند و یاد همه عزیزانی را که به خاطر این روز در زندان‌ها یا در تظاهرات‌های رژیم شاه و شیخ کشته شدند گرامی می‌داریم. به ویژه یاد 3 دانشجوی مبارز که به دست مزدوران رژیم شاه کشته شدند: قنچی، رضوی و بزرگنیا. یادشان جاودان باد. زندانیان سیاسیمون باید آزاد بشن. دانشجوهای ستاره‌دار، اونایی که اخراج شدن، باید برگردن سر دانشگاهشون. با خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی از جمله کلیه دانشجویان زندانی هستیم. دانشگاه پادگان نیست. بساط نیروهای سرکوبگر و پلیسی و امنیتی از محیط دانشگاهی برچیده شود. بازگشت کلیه دانشجویان ستاره‌دار و اخراجی به دانشگاه‌ها و محترم شمردن حق تحصیل برای همه از جمله بهائیان و پناهندگان افغانی. جدایی دولت و مذهب و برچیده شدن نهادهای مذهبی از محیط آموزشی و دانشگاهی. ما از اینجا کسان دانشجویانی که تبعید شدیم پشت اونها رو داریم، پیشرفت اونها رو ولشون نمی‌کنیم، ازشون تا اونجایی که ممکنه حمایت می‌کنیم. یک کوه از دور و گوهر است، خاک دشتر بهتر از زر است، غیرت از دل که کنم بنو بی مهر تو چون کنم. اولا که امروز روز دانشجو، ما اینجا توی دانمارک از گوشه کنار دانمارک جمع شدیم، اومدیم اینجا که به ایرانیا بگیم ما تنهاشون نمیذاریم، قلب ما واسه ایران میتپه، هیچ وقت نمیتونیم چیزایی رو ببینیم و چشمامون رو ببندیم. امیدواریم که با این همه مشکلاتی که مردم دارن اومدن جلو، امیدواریم که به ثمر بشینه. این لانه جاسوسی تهدید باید کردن. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد آزادی، زنده باد برابری. بر دیکتاتور، بر دیکتاتور. هدف ما از این اومدنمون اینجا اینه که همه اینجا جمع شدیم بگیم که ما با ایرانیای داخل کشور هستیم، میخوایم فقط آزادی ایران رو میخوایم. نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر تو شد چون دیشب، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده ما.